به نام خدا سلام. امروز میخوام شما رو با سامانه سما لایو آشنا کنم. برای ورود فقط کافیه که آدرس samalive.ir رو در مرورگرمون تایپ کنیم و کلید اینتر رو بزنیم تا صفحه اصلی سما لایو برای ما باز بشه. بعد میریم قسمت ورود و از قسمت سامانه در این بخش نوع دانشگاه رو روی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قرار میدیم و نام دانشگاه خودمون رو اینجا پیدا میکنیم و دکمه ورود رو میزنیم. سامانه وارد سامانه هم‌آوا میشه و از طریق یوزرنیم پسورد سامانه هم‌آوا خودمون قسمت ورود رو کلیک میکنیم. اینجا پس نام کاربری و نام پسورد سامانه هم‌آوا رو وارد میکنیم و ورود رو کلیک میکنیم. خب همونطور که مشاهده می‌فرمایید الان من وارد سامانه شدم. از قسمت کلاس ها میام روی نیم سال جاری قرار میدم. خب احتمالا شما این بخش هنوز درسایی رو تعریف نکرده باشید. فقط کافیه تشریف برید به قسمت ترم های جاری. ابتدا نیم سال جاری رو انتخاب بفرمایید و از بین درس هایی که اینجا مشاهده می‌فرمایید کلید فعال شدن درس رو کلیک بفرمایید. اینجا الان چون من درس رو ایجاد کردم دیگه این کلید آبی رنگ اینجا وجود نداره. بعد از اینکه این کلید رو شما بزنید درس شما میاد به قسمت کلاس ها و از قسمت کلاس ها میتونید محتوای مورد نظرتون رو قرار بدید. ممنون از اینکه به این ویدیو توجه کردید. در ویدیوهای بعدی بخش های مختلف سامانه رو خدمتتون آموزش خواهم داد.